آهسته آهسته بوده است. برای چه احتیاط نکردی؟ مادامی که اجاش خزانی برای چی نداشتی؟ چیکار کنم؟ از دستم لغزید. ناخواه زفتید از اون. التماس جنجال نکنید. خانم همشیره یک دوره تسکین دهنده گذارید. شده است آقای دکتر. با او از جای خستن ممکن نبود. هنوز خیلی بر وقت. دکتر چیکار میکنی؟ تشخیص میکنیم. انشالله یگان چیز نشده است. رحمت باش. مادر جون گریه نکنید. خانم میشید. من به شما گفته بودم آقای فکرت حالا نباید از جایش خیزد، نباید به چپ و راست گردد وگرنه راه نمیگردد. آخر من شما را آگاه کرده بودم خانم. وای یکی شد نباشد. التماس احتیاط کنید. خدا نشانه دید اگر باز افتد و پای خستنش خیلی مشکل میگردد. اگر رنگین بد نبراید این بگو او را جواب میدهیم. در خانه نگاه میکنیم. خدا شفا دید. تشکر پسرم، تشکر. برای چی او را احتیاط نکردی؟ برای چی ها؟ شما چی میگویید؟ چی میگویید؟ با من کاردار نشوید. انشالله صحت میشوی پسرم. انشالله صحت میشوی. آرام باش پسرک. خانم سانم حاضر دستگیر شده رو میارند. بعد از دکتر حجت میگیریم. همین که آوردن با شما روبرو میکنیم. شفا یابید. دختر جانم خوب است دختر جانم. خوبم پدر جان. خوبم. خانم سانم در اینجاست. مادر جان ببینید چی گرفتم. توفه برای سعیده با شما باز خوراکه. اینجا آمدم برای چیست؟ با کجا میروید؟ مادر با کجا میروید؟ از شما میپرسم. به جای گفته تو میروم پسرم به خانه پیران سالن. به خانه پیران سالن؟ مادر ایسته. حالا بر وقت است نروید مادر. سراسیمه نشوید. مرا سرده گفتم. مادر آخر من زود روید نگفتم کو؟ همه چیز وقت دارد. یعنی کمی بدتر میروید مادر. حاضر نروید مادر. بس کنید مادر برگردید مادر. ایسته مادر التماس. نه پسرم من اکنون دیگر در این خانه ایستاده نمیتوانم. پسری که خودم تولد کردم خودم کلان کردم مرا در این خانه دیده نمیتواند. مرا لایق خانه دیده نمیتواند. من دیگر چیکار کنم؟ مادر جان نروید مادر. التماس مادر جان من خطا کردم مادر. نروید ببخشید مادر جان. التماس مادر جان شد. مادر جان نروید التماس مادر. مادر جان من خطا کردم مادر جان. مادام که شما رفتنی هستید من هم با شما میروم. سرده پیشی را همراه نگیر. سرده من که روم. مادر جان التماس برگرده. مادر خانم همین کس شما رو زخم دار کرد. بله آقای مامور همین نودم. تو کی هستی؟ از من چی میخواهی؟ من به تو چی کردم؟ آرام شو سنم شد. تمام آرام شو سنم. از من چی میخواهی گفتم؟ برای چی این کارو کردی؟ برای چی؟ من به عوضش پول میخواستم. همه دیدی آرام شو بس کنید. آرام شو. گفتم که او را دزدیده پول میخواستم. دوامش رو در شوربای پلیس گام بزنید. رفته آقای خورشید التماس با ما کمک کنید. این برای شما هم مهم است. اگر حقیقت را گویید جزایتان سبکتر می شود. و شما کی فرمود که سنم را دارید؟ گپ زنید. بگویید آقای خورشید. هیچ کس به من نگفته است. این کار را برای پول کردم. اکنون مرا راحت گذاره. حالا میبینی آرام شوید.
آقای پلیس مرا از اینجا براره زودتر. با اجازت آقای دکتر. میدونم به تو کی فرمان داده است، لیکن در دستم دلیل ندارم. دردم را من به هیچ کس نگفتم دردم را من به هیچ کس زود با ماشین سوار شو. نمیگویم فکر کردی که از من نگریزی ها؟ از تو میگریزم؟ تو دوستی من هستی، چرا باید از تو گریزم؟ پولایی که از مکتب دزدیدی برگردون. ای دوستم من پولمون ندارم. با تو گفتم برگردون، فهمیدی؟ صبر کن من پولها رو با پدرم دادم، همش در دستی بای است. من یکم تنگه ندارم. با تو گفتم برگردون، بازیر میکشم تو رو، فهمیدی؟ میکشم برمیگردونی، فهمیدی؟ تو گذروندی، با تو گفتم پولها در دستی پدرم است. گوش کن ثروت، مجبور نکن که تو را زنم. عصبهایم را ویران نکن، فهمیدی؟ پدرم را دستگیر کردن. تو غم نخور، یکم چرا میابه. ایستا نگوره. ثروت خوب هستی؟ او تو را نزد؟ نه خوبم معلم. خیر بیا رفتیم. انا ببین مادرت می آید. ثروت ثروت تو چرا این کار رو کردی؟ نمیفهمم. تو بچه ای نبودی که از مکتب پول دزدی؟ من نگون چیز ندزدیدم. مایلش پسرم ندزدیدی. من هم به تو باور میکنم ثروت. غم نخور، یگو نافهمی شده باشد حل میکنیم. تشکر استاد. هارون پسرکم و تو چی شد؟ غمگین می‌نمایی؟ مادرم رفتن. خای با کجا رفت پسرم؟ به خانه پیران سالن. نگاه داشتن نتوانستم، مرا گوش نکردن، برآمده رفتن. وای هارون مادرت خیلی یکرو باشد هم، لیکن حاضر بسیار کاری درست کرده است. آفرین به او، زنی با عقل بوده است. گوش کن، اگر بعد از خانه دار شوی شما برآمده میرفت، مردم میگفت که ببینید او را کلیلش پیش کرد، دخترم را گناهگار میکردند. حاضر رفتنش خیلی خوب شد. اکنون هیچ کس سعیده را غیبت نمیکند. همینطور نیه پسرم؟ در عمرش یک بار کاری با عقل نکرده است. تنها رفتند. در آنجا چه زندگی میکنند؟ بس کن پسرم، اینها را فکر نکن. او کاری خوب کرد. از حاضر در خانه پیران سالن عادت کردن میگیرد، بعد راحت میکند. بیا درا، سعیده در خانه است و فکرم شما خری هستید. همین طرفی من شما را آشتی میکنم. درا پسرم، یک قهوه تیار میکنم، همراه می نوشیم. حالا میبینی سعیده چقدر خرسند میشود، لیکن سر بای نمیدهد. سعیده دخترم ببین کی آمده است، نامزدت آمده است. بیا درا، آخر به نزدیکی توی میکنیم. خدایا دخترکم سعیده ببین کی آمده است. سعیده جون گوش کن، من کارهایت رو، آخر نامزدت اومده است. با من کردار نشوید مادر. کردار میشوم. من شما رو تاشتی نکنم، از اینجا به هیچ کجا نمیروم. از این خیلی چیزا مگر میرنجن. هارون خطایش رو فهمیده اومده است. کریم شین پسرم، شین. کری تو هم گذر.
گذشتشین. شما اینجا صحبت کردشینید، من برای شما یک قهوه تیار میکنم. مدامی که مادرم آشتی کردن ما رو میخواهد میلش، لیکن با من وعده ده که هارونی پیشتره میشوی. میلش وعده میدیم. خیلی که خوی همه شما خیلی میشود. برای تو یک اویله خوب برپا میکنم. در روزهای نزدیک توی میکنیم. در خونه همون هر دیمون تنها میشویم. هیچ کس ما رو ناراحت نمیکند. حاله هوریه چی؟ وای اون کس به خونه پیرانسالون رفتن. چی؟ اون کس خودشون خواستن و کاری درست هم کردن سیده. اگر نمی رفتن بعد از توی رفتنشون مشکل میشد. هر دیمون به راحت زندگی میکنیم، تنها تو و من. مثل مادرم گپ میزنی. حیفی تو هارون، تو میفهمی چی گفته ایستاده ای؟ آخر اون مادرت میشود. سعیده چی شد؟ برای چی اینقدر داد میزنی؟ مادر آفرین به شما، خرسند شوید، در آخر موفق شدید. آفرین. هارون در تو هم شرم و حیا نمانده است، هیچ حرمت نمانده است. زود از این خانه برآمده رو، زود برآمده رو گفتم. آخر سعیده من فکر کردم که بس دیگر گپ نزن. سعیده دخترکم چرا تو بعد نامزدت داد میزنی؟ گوش کن سعیده، برای چی تو این کار میکنی؟ هارون تو با کجا میروی؟ ایستا هارون، ایستا، صبر کن، گوش کن. تو با کجا میروی؟ برای آوردن مادرم میرم. التجا میکنم که به خانه برگردم. سعیده راست میگوید، احمقی کردم. مادرم رو میارم. آه دامادی بی اخلاقی من، تو همین خیل به گپای او اهمیت دهی به خدا میسوزی. سعیده هنوز کودک است. تو چی؟ مگر باور نمیکنی؟ گوش کن پسرم، به دادوی وی اهمیت نده. دخترها همین خیل ناز میکنن. به من گوش کن، تو حاضر راست به خانه رو، استراحت کن. با سعیده من خودم گپ میزنم. فکرهای بد رو از طرف دور کن. تو باشی و توی اومدگی رو سر کن. نخود من دخترم رو نشناسم. ای تو مردی و نی، عقلت رو کار فرما پسرم، عقلت رو. به خدا مادر در خانه پیران سالان راحت میکند. مالش مادر. حالا از پایت در پیش هوریت، در پیش. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. فیلمی هنری آرمان ها را می توانید از تمامی نقطه های دیسک فروشی دسترس نمایید. خوش آمدید خاله جان. خوش باشید. من از محله 7 بهار هستم. به اینجا برای زیستن آمدم. تنها آمدید؟ یگان کس ندارید مگر؟ دارم. یک پسر دارم، لیکن کارش خیلی زیاد است. وقتش نمی شود که مرا پرستاری کند. شما رو میفهمم خاله جان. زیخ نشوید. گذشته رو فکر نکنید. اینجا رو خیلی دوست می‌دارید. در اینجا زیغ نمی‌شوید. شما رو به نزد مدیر میبرم. بیایید رفتید. بیایید. الو آقا خورشید تو هستی؟ بله منم آقا. تو در شعبه پلیس نیستی مگر؟ در شعبه پلیسم. التماس کردم برای زنگ زدن اجازه دادن. گوش کنید، آنها به من نگاه میکنند. برای همین آهسته آهسته گپ میزنم. گوش کنید آقا.
باشید زبانم رو میبرم و گپ نمیزنم. وگرنه خودتون میدونید همش رو به پلیس میگویم. مایلش چقدر خواهی میدیم، حتی از خواستت زیادتر میدیم. فقط گپ نزن، فهمیدی؟ خیلی باشد مایلش، راحت باشید، گپ نمیزنم. برای چی مرا جیغ زدی؟ انا این را بگیر، این دارو قوی تر است. به خوراک همراه کن. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ گیر، پنهان کن، گوش کن. کارها خیلی بدند، باید زود عمل کنیم. برای میراث خسارت را مجبور کن. یگانه راه آن همیشه چه است؟ اگر آقای هاشم را کمی ترسانیم، زود میراث را به نام شوهرت میگذراند. علاج فکرت را هم یاب ایشیل، نگذار که او به پای خیزد. فهمیدی؟ فهمیدی ایشیل؟ وای تیمور، خیلی در تردد هستم. اگر فهمند بس کن، زود از پی کار شو. وقت تنگ است، رو. من هم باید زودتر به باوری آیله همان درایم. خوش دادرکم، با تو کارهای ما خیلی زیاد است. تشکر سرما. عمر، سرما، من اکنون به خانه روم. ما تو رو میبریم سنم. نه، زحمت نکشید، من خوبم، رفته میتوانم. التماس. عمر، امشب به خانه ما میایی؟ با پدرم همش رو میگوییم. خدایا توبه، این دختر ساده رو بینیده. سعیده، تو عقلت رو گم کردی مگر؟ همه کوشش میکنند که از خوشتومن جدا زندگی کنند. تو باشی در غم خوشتومن هستی، تو هنوز نمیفهمی به عقل. با خوشتومن زندگی کردن بسیار مشکل است. باور کن، هارون برای خوبی تو میکند. مادر مرا راحت گذارید، التماس. مادر اگر شما رو به خانه پیران سالان میبردن چیکار میکردید؟ خدای توبه، دختران امروزه خوبی رو هم نمیفهمند. شام بخیر. شام بخیر. به خواهرت بگوی که از حد نگذراند، وگرنه پشیمان بشود. مادر جان باز چی شد؟ آدم اول خودش رو فکر میکند خواهری تو باشد، فکرش درباره خوشتومنش است. خدای توبه. مادر به شما چی دخل دارد؟ من با خوشتومنم زندگی کردن میخواهم. برای چی دخل ندارد؟ تو دختری من هستی، تو رو از سری راه نیفتم. مادر شد، التماس بس کنید. اپا، هارون به گپ مادرم در اومده، مادرش رو به خانه پیران سالان روان کرده است. چی؟ و مگر دیوانه شده است؟ خودم حیران شدم اپا. نخواد هارون این کارو کرده باشد، هم باز برای من زن بیچاره خانهش رو ترک کرد. نه، من این را قبول کرده نمیتوانم. به این هم بیچاره خیلی عذاب کشید. چی شد؟ برای چی قدر داد میزنی؟ پدر شما هم خبر ندارید؟ از چی خبر ندارم؟ خاله هوریه به خانه پیران سالان رفتند. مادرم به هارون مصلحت داده است پدر. چه باز مصلحت؟ من با مادر او چی کار دارم؟ با کی زنگ میزنی حمزه؟ با هارون زنگ میزنم. الو هارون، زود نزدم بیا، گپ دارم. شام بخیر سرما. چی واقع شد؟ چرا تو غمگینی؟ به خونه در رو گپ میزنیم عمر. مرحمت. مایلش. پسرم، خوراک تیار، بیا. مادر؟
مادر جان. سلام علیکم. و علیکم السلام آقا قربان. شما رو مادرم گمان کردم. مرحمت. مادرت برای تو 2 تا شیم فرموده بود. آنها را دوخته آوردم. مادرت در خانه است؟ دل مادر همین است. یگان درد داری هارون. پسرت می شود. تو را از خانه همین آدمی پست پیش کرده است. او ما را پیش نکرده است. من خودم اومدم. خودم. همه مادرانی که به اینجا می آیند همین گپ را می گویند. مهر مادر همین است. فرزندانش را گناهکار نمی کند، لیکن آنها ما را خوار می کنند، حرمت نمی کنند. من هم مثل تو به همه می گویم که پسرم مرا پیش نکرده است. خودم آمدم. گریه نکن خواهرم، گریه نکن، گریه نکن خواهرم. بهودا نگفتند که کسی مثل مادر دوست نمی شود. گریه کند، تنها مادر گریه می کند. دیگران دروغ گریه می کنند. یکی کایه هست میدانی. درباره یک آدمی مشهور، خیلی آدمی مشهور با نامی یاووز بلند افسر شده خدمت می کرد. یک روز سربازی به نزدش می آید. التماس به من اجازت دهید می گوید. یاووز می پرسد که چی شد؟ در این نصف شب به کجا می روی؟ سرباز می گوید که مادرم را خیلی یاد کردم. می خواهم که زود رفته خبر گرفته آیم. دیگر چیزی نمی خواهم. یاووز می گوید که من یک افسر هستم. از من کلانها هستند. من حق ندارم که تو را جواب دهم. سربازی بیچاره خیلی زیق می شود. یاووز زیق شدن سرباز را دیده دلش به اون می سوزد و می گوید گوش کن، من امشب نوبتدار هستم، حق نداشته باشم. تو را جواب می دهم. سحر نشده زود رفته بیا. یاووز سرباز را اجازت داده به حجره‌اش در آمده کتاب می خواند. بعد از 2 ساعت، یعنی ساعتهای 10 شب، سرباز برگشته می آید. من آمده می گوید. یاووز می پرسد که چرا اینقدر زود؟ من به خانه رفته چی خیلی از شما جواب گرفتنم را به مادرم نقل کردم. می گوید سرباز. مادرم برایم نگاه کردند و گفتند پسرم، چشم من شکم ندارد که سیر شود. و تو یک عمر نگاه کنم هم سیر نمی شوم. از همه خوبش تو زود برگرد پسرم. و سری کسی را که تو را جواب داده است در بلا نگذار. این را شنیده چشمان یاووز پر از آب می شود. سرباز را از حجره‌اش گسیل کرده خودش زار زار گریه می کند. سخن مادر که چشم من شکم ندارد که سیر شود و او سخت تأثیر کرده بود. چشم مادر از فرزندش هیچگاه سیر نمی شود. فرزند هم نباید مادرش را گرسنه نگذارد. مادر دوستی حقیقی است. هنگام بیمار بودنمان میخواهد درد ما را بگیرد. هیچگاه به ما خیانت نمی کند و دایم غمی ما را میخورد. انا دیدی دوستی عزیز، برای آرام کردن درد فرزندش مادر تیار است که یک عمر درد کشد. لیکن ما بعضا مادرمون را فراموش میکنیم پسرم. دل مادر خیلی نازک است. مادر در حیات باشد کس نباید جنت را کابد، چون که جنت زیر قدم مادران است پسرم. فهمیدی؟ گوش کن پسرم، مادرت هوریه خیلی زنی خوب است. او را از دست نده. از او دور شده چشم او را گرسنه نگذار.
او را آزار نده. این گناه است پسرم. باوریم نمی آید. هارون این کارو کردن نمیتواند. برای چه حیران میشوی عمر؟ در وقتش او به تو هم خیانت کرده بود. با من کردنش نه اونقدر مهم است سرما. این رو من میتوانم فهمم. لیکن خطای کردش با مادرش است. سببش رو چخیل میفهموند. بس شد. در این باره دیگر گپ نزنید. کاری شدنی شد. همه جا و جا شده موند. ها عمر، تو برای چی اومدی؟ این گلها شیرینی ها برای چی؟ عمر پسرم، یگان مشکلی داری؟ مادر جان، پدر جان، نمیدونم شما این رو چه خیلی قبول میکنید، لیکن با شما گفتن میخوایم که ما با عمر خانه دار شدن میخوایم. Biz so'lagi istiqloliyati Jumhuri Tojikiston muborak do'stoni aziz. Bu shumaro dar koki Borbad intizar. Diqqat! Ba tavajjuhi muxlisoni silsila filmҳои студияи Ҳамсадо. Бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори кохи Борбад, студияи Ҳамсадо тасмим гирифтааст ки аз байни 10 нафар ҳунармандони силсила филми ҳомиён 5 нафарашро бо интихоби мухлисон даъват намояд. ҳунармандон бо рамзҳои махсус рамзгузорӣ шудаанд. шумо метавонед рамзи ҳунарманди писандидаатонро гирифта ба рақами 10 тариқи смс ирсол намоед. мухлисе ки смс ба ҷонибдории ҳунарманди писандидааш ирсол менамояд, ӯро тӯҳфаҳои арзанда ва ҳамчунин мулоқот бо ҳунарманди писандидааш интизор аст. барои маълумоти мукаммал гирифтан метавонед ба рақамҳои 907-58-28, 907-59-28-28 ва 907-79-28-28 дар иртибот бошед. رویا جانکم، رویا من آمدم. ببخش، من نمیخواستم این خیل شود. داد نزن رویا، داد نزن. منم او را راحت گذار. برو از این مجرا با تو گفتم زودتر. در اینجا چه میکنیم؟ دخترم رو قریب میکشتی حیوان. از برای تو شده قریب دخترم میمون. دفشم از اینجا. رویا شد. راستی دخترم آرام شو. همش گذشت. رویا رفت. آرام شو. من در همینجا هستم. رویا در همینجا شد. با این طبق دست نرسون. این از بابایت است. از طبق پیشت خور فقط. کودک ها با طبق کلانتران دست دراز نمیکنند. فهمیدی؟ پدر هاشم خوراک تیار است. پدر جان آمدم. از بویش معلوم که با مزه است. این رو از گوش تیار کردی. وقتی خیلی دوست میدارم به خدا کلی جان. تو خوراکوی دوست داشته ای من رو از کجا میدانی؟ تو بر این کلین
دیگر در دنیا نیست. بامزه چه که میگویند هر روز خورید یک طبق راه رویم پرق. آفرین داروی پسرم رو گرفت یا؟ آی فراموش کردم، من حاضر رفتم میگیرم. در این وقت داروخانه نوبدار از کجا میابی؟ من نیوبم. کاغذ دکتر در کجاست؟ فکرت هاشم برای داروهای فکرت پول نمیدی؟ پول؟ چه پول؟ برای داروها من پول ندارم. هاشم از پولهای در جیبم بوده میگیرم. ایسا من میدم. تو کردار نشو. هاشم اوف دختری بیچاره. آقای دکتر نتیجه ها چقدرند؟ نصیحت می شود آقای دکتر. بیمار رو باید جراحی کنیم. جراحی؟ بله دیگر چاره نداریم. برای به خود آمدنش باید گرده دیگر یابیم. گرده گفتیم؟ گرده؟ متاسفانه هر دو گرده های بیمار از کار برآمدند. اکا چیکار میکنید؟ دکتر چی گفت؟ احتیاط کنید. زود از جای خسته ممکن نیست. من راه میگردم همینطور نیست؟ انشالله اکا، لیکن باید صبر کنید. انسان قدری راه گشتن رو همون وقت میفهمد که از پای دست ماند. به قدری بعضی چیزها باید از دست دادن میرسیم. همینطور نه اکا؟ بگوید همینطور نه؟ سلام سیدت خان. این کودک رو نگاه کنه چی شد؟ چی شد به این کودک؟ سلام چیگر با فکرم خوراک بزنه تو دست رو با بیمارخونه ببر. مادرش هنوز از داروخانه نامده است. بیا گل با بیمارخونه میرویم. خدایا چی کرده باشد؟ اصلا خوراکی من خورد با من چیز نشده. معده خوری خودت رو با معده این کودک برابر کردی؟ شد گریه نکن گل شد. رو از اینجا برو. تو رو دیدن نمیخواهم. مرا پدرت دعوت کردند. رو گفتم به تو مادرت رو برگردون، بعد با تو گپ میزنم. رو اکنون. مایلش. سلام هارون، با کجا میشتابی؟ شام بخیر سیده. اما که حمزه در خانه اند. مرحمت آقای تیمور، در وقتش آمدید. مرحمت. مبارک شود. خداوند پیش راحتان رو گشاید.
تبریک میکنم. خوشبختیتان را میخواهم. هارون برای چی نامد؟ آه سعیده، چرا تو اینقدر مرا عذاب میدی؟ گلرو جون کمی بهتر شدی؟ بله ابای زنم. یگان جای درد نمیکند؟ نمیکند. خدا شفا دهد. احوالت خوب است؟ خوب است. شما گفتید که بعد از خوراک خوردنش همین طور شد. بله. زهر به جگر ضرر ندهد گفته با دارو تازه کردیم، خونش رو هم سنجیدیم، یگان چیز شود به شما خبر میدیم. خیریت که در وقتش آوردید. ما رفته میتونیم آقای خانم؟ البته احوالش خوب است. خودت را احتیاط کن میدچه. بیا رفتیم گلرو جون. ابای زنم شما رو خیلی دوست میدارم. گلرو دخترم خوب هستی؟ گلرو جان خوب هستی؟ احوالش خوب است. از زهری به خوراک انداخته‌ات بیمار شد. ای گلرو از کجا یافتی دارو رو؟ چرا خوردی؟ همه چیز رو نخور. چند بار به تو گفته بودم برای چی این خل میکنی ها؟ من از خوراکی بابایم خوردم. بس کن. اگر به تو یگان چی میشد؟ رویا در کجاست؟ به فکرم از همه حجره آخران. رویا خوش آمدید. خوش باشید. خدا شفا دهد. تشکر. یعقوب پسرم، زیخ نشو. انشالله صحت می شود. از یگان جای گرده می یابیم. حاضر این به مانند پیشتر مشکل نیست. اصلا خوش آمدی دخترم. سنا تو را جواب ندادن مگر؟ دختر ایشی رو به بیمارخانه آوردن. از خوراک بیمار شده است. وای خدایا. رویا؟ او را برای تشخیص بردند. خدا شفا دهد. تشکر دخترم. بله بله. رخصتیت کی تموم می شود دخترم؟ خدا خواهد هفته آینده. چنان مکتبم رو پزمان شدم که دختری زیبایم زیبایم. ابای زنم این رو خونید. مادرت فراموش کرده است. برده در جایش بود. به فکرم کسی خبر فرستاده است. امروز کاری ویتامین رو به آخر رسون. شرم نمیکنی تلفن دیگر کس رو میکنی؟ گلرو به دستم داد. من خدا دیگر حرمت هم نمونده است. مرا آدم نمیحسابند. بس اکنون شد. تو چی حق داری که تلفنی مرا میکنی؟ چی حق داری؟ تو چی خیلی معلمه ای؟ بس است. مثل آتش در ولنگه نگیر. تو اول جواب این رو بده. این خبری اومده چی معنی دارد؟ کاری ویتامین رو زودتر تمام کن. این چی خیلی کار؟ چی خیلی ویتامین؟ وای خبر از مریم اومده است. دوگانم او همین خیلی با من شوخی میکند. فهمیدی شوخی؟ او دایم همین خیلی شوخی میکند.
تو کسی که با تو حساب دهم مگر من با یگان کاری تو دخالت میکنم؟ رو از اینجا دیگر با تلفن نرس فهمیدی نرس با تو چی میزنم میکشم دختری من است چی کار داری ها؟ اگر باز یک بار دیگر با تلفن رسی بعد ببین من با تو چی کار میکنم فهمیدی ها؟ تو مرا به عقل گمون میکنی یعنی ویتامین ها؟ ویتامین هارون شد اکنون من یگم کار کرده نمیتوانم تو خودت گناهکار هستی سعیده راست میگوید ببخش با تو گپ زدن نتوانست از من خواهش کرد که با تو گپ زنم خواهرکم جانکم تو حق هستی من و تو باید خالای هوریه رو از خانه پیرانسالون براریم اپا و خواهر یک جا شده مادری خودتان رو غیبت بکنید ما نمیخواهیم که یگون مادر عذاب کشد اپات به بیمارخانه میرود تو با کجا؟ اجازت نپرسیده با کجا میروی سعیده؟ پدرم اجازت دادن خالای هوریه رو از خانه پیرانسالون میورم به هیچ کجا نمیروی چیگه؟ مادر التماس بگذار رود کاری درست میکند در این خانه مرا آدم حساب نمیکند مرا هیچ کس پسند نمیکند حلیما این چی روز است ثروت گوش کن پسرم مایلش با تو باور میکنم تو پولها رو ندزدیده ای من ندزدیدم مایلش پسرم میدونم لیکن در خانه نشسته خودت رو سفید کرده نمیتوانی بیا با مکتب رویم با مدیر گپ زنیم همش رو نقل کنیم نه مرا دوست نمیگوین دوست نمیگوین زیغ نشو من در نظر میشوم بیا رفتیم پسرم نه بیا نمیروم علیا مادر با مکتب نمیروم میگوی دخترم معلوم است که شرم میکند ثروت هیچ گاه دزدی نمیکند میدونم مادر جان میدونم نرگس کی رفت با بچه‌های همسایه روان کردم من هم به بیمارخانه میروم برای رویا خیلی خواطرم برای یعقوب هم تو به مکتب رو دخترم با مدیر گپ زن او آدمی با فهم است به یگان نتیجه می آید ثروت رو در خانه ما آخر ثروت هم باید با من رود مایلش ثروت مادرت را نرنجم پسرم به گپش گوش کن ثروت هارون پسرم گوش کن سعیده رو من کرده نتوانستم سرما با او یاد داد او باشد و سرما باور کرد به نزد مادرت رفته خبر گیرد خوب لیکن مادرت به سعیده تو رو بد کرده گریه کند سعیده هم باور میکند انا بعد میترسم که نامزدی رو ویران نکند بعد تو تنها میمونی پسرم خدای توبه زودتر رفته سعیده رو از راه گردون پسرم زودتر مایلش مادر جان تشکر به شما حاضر میروم راست میگویید اوه سعیده برای چی مرا نمیفهمی برای چی سعیده سعیده ایست سعیده با تو میگویم سعیده سعیده ای خدا جان من چیکار کردم خوش آمدی سرما خوش باشی عمر به هارون زنگ میزنم جواب نمیدهد مادرش رو به خانه پیرانسالون برده است و این بچه چی شد به خدا من دیوانه میشوم انیق میدونم که این کاری مادرم است باید به آنها کمک کنیم وای عمر چیزی گفتنی بودی روی ملچه هم را میدهی روی ملچه‌ات را یا اینکه همراهت نیست باز بر میکردونم به خدا برای توی تیاری میبینم در دعوتنامه های توی رسمی روی ملچم رو
میکشید. اگر تو خواهی من روزی البته یک نویگری میشم. یعقوب خوش آمدی. بیایید. خوش باشید. عمر ببخشید شما رو ناراحت کردم. استغفرالله. مرحمت یعقوب. به من کمک میکنی؟ برای یک گرده ام رو دادن میخواهم. به من کمک میکنی عمر؟ اگر برای یگون چیز شود زندگی برایم دیگر معنی ندارد. رو از اینجا. مادرم میگویند که شما دیگر هیچگاه راه نمیگردید. درست است امک جان؟ دخترم امک نه پدرگوی. او پدر تو است. پس چرا او مرا دخترم نمیگوید؟ ایشیل دکتر با تو گفت که من راه نمیگردم. خدایا چه میگویی جانکم؟ البته راه میگردم. این گپ رو حوزه گل رو به من گفت. بیا با بیرون برو. مادر جان من گرسنه موندم. رفت در آشخانه یگون چیز بخور. فکرت تو رو گوش نکن. آخر او کودک است. عزیزم خودت شنیدی که دکتر چی گفت؟ باید کمی با صبر باشیم. از همه مهمش تو زیق نشو. مالش جانم کوشش میکنیم زود با پای میخیزی. خب من با تو کمک میکنم. تو فقط آرام باش. خوش آمدید. خوش باشید مادر جان. این چیست دخترم؟ برای گلرو یک بازیچه گرفتم. اینش برای شما مادر جان. برای چی زحمت کشید دخترم؟ دختر جان چرا زحمت مادر جان؟ مایلش گلرو گلرو جان نگاه کن برایت چی گرفتم؟ تشکر افای سلام. این چی است گلرو؟ مادرم با خوراکای بابایم میاندازد. میگوید که با من زمه شود. بینید من هم میاندازم. آی گلرو بین هم کم مونده بود. تمام نکنی. کودک است. ویتامین رو دوست می‌دارد. این ویتامین است. کنی بینم؟ ویتامین گفتم که ویتامین. مادر جان دید من درست نموندم. خوراک خوردن میخواهم. دید مادر جان التماس دید. مادر جان دید من درست نموندم. مادر جان راحت شدی؟ هنوز با من باوری ندارید؟ شد اکنون کی با تو گفت که این شیشه رو گیر کن اینجا بیو. زود خوردگیت رو پرتو میگویم زودتر. سنم باز چی شد به این کودک؟ در اینجا چی گپی هست مادر؟ این زن چی کاره میکند؟ اون خبر رو کی روان کرده باشد این زن شیطان؟ از این زن میترسم. در اون شیشه ویتامین نیست. اول اینکه این خیلی ویتامین نیست که به خوراک اندازند و پدرم هم به ویتامین احتیاج ندارند. اگر رو به دست دارم میدونم چی کار کنم. دخترم تو چی میگویی؟ هیچ مادر هیچ. خدا جان من پسرم را خیلی دوست می‌دارم. اون بیعقلی که در حق من کرده است به تو معقول نیست میدونم. او را ببخش خدا جان. او را در پناهت نگاه دار خدا جان.
تمامی درد و غم او را گرفته به من ده. پسرم را خوشبخت گردان، در دلش مهر را جای کن خدا جان. آمین. هوریه ببین کی اومد. کی؟ بیا رفتیم. خاله هوریه ببخشید، همش از برای من شد. این در نگوی دخترم، تو هیچ گناه نداری. هارون از برای من شده شما رو به اینجا روان کرد. هارون چه خیلی این کار رو کرده توانیست. سعیده دخترم، این طور نگوی. مرا به اینجا هارون نفرستاده است، بلکه خودم آمدم. بله خودم. هارون از من خیلی خواهش کرد که نروم، حتی زاری کرد. این من رو رنجاندم. در خانه تنها زیغ شدم. انا ببین در اینجا باشد با دوگانه هایم هستم. اینجا با من خیلی معقول است. خاله هوریه شما جدی میگویید؟ البته دخترم. نه خاله جان، من راحت نمیکنم. برای هر یک انسان خانه خودش حضور است. خیزید به خانه میرویم. التماس خیزید. سعیده دخترم، برای چی نمیفهمی؟ من به اینجا عادت میکنم. مرا فکر نکنید. شما خوشبخت باشید بس. چیزی رو شنیدن نمیخواهم. خیزید رفتیم. شد گوش کن سعیده، التماس، من خودم به اینجا آمدم، رفتن نمیخواهم. تو مرا فهمیدی دخترم؟ مایش من حاضر میروم، لیکن دونستمونید در خانه ای که شما نباشید من زندگی نمی کنم. من رقم تلفنم رو میگذارم. اگر از فکرتون گشتید زنگ زنید. مایش دخترم. خاله هوریه جواب تشخیص ها خوبند. یعنی شما گردهتان را داده میتوانید. این خیلی حادثه ها خیلی کم میشود. باوری دارم که متخصصان به فکر من راضی میشوند. شکر خدا، رویا نجات مییابد. همینطور می عمر. انشاءالله یعقوب. یعقوبم، پسر جانم، خدا به تو قلبی پاک داده است. خدایا یعقوب قرارم رو دادم مادر. از این قرارم هیچ وقت بر نمیگردم. رویا یک قسم جانی من است. پسر جانم، پسر جان، نمیدانم که چه خیلی از تو بخشش پرسم. ببخش پسرم. مادر، اپای علی هم برای چی ناومد؟ پسرم، مگر ثروت را راحت میگذارد؟ بیچاره دخترم از غم روی سرش را برداشته نمیتواند. ثروت، با کجا میروی؟ پولها رو از مکتب چنگیز دویدید. او رو میابم و پلیس میسپرم. پسرم، تنها او رو یافته نمیتوانی. مادام که این خیلی است با پلیس میرویم. پلیس او رو البته مییابد. رفتیم. نه ثروت،
من به مکتب نمیروم. همه ما رو دوست گفته مسخره میکنن. نمیروم مادر جون. من یک فکر میکنم. میدونی حاضر چیکار میکنیم؟ از مکتب چقدر پولی که دزدیده باشن برمیگردونیم. چی خیر؟ در صندوق کمی طلا دارم. میفروشیم. مایلش مادر جون. مایلش. من به تو باور میکنم پسرم. تو این کارو کرده نمیتوانستی. پسرم. مادر جون. پسرم. خانم سنم بر ضد من جنگ رو کردی همینطور نه؟ مایلش کنی میبینیم که جنگ رو میبرد. گل رو دخترم گل رو زود باش صدقه درست نماندم رو پاشیم تو یگان وقت سر میشه. آنها این روزی رو که باباید انداز تو ما رو فهمیدی فراموش نکن. اشتیهای توم پدر. تشکر آکای این جانوری خوراکور سر می شود. شوربا خوردن می خواهد. همین سهر خورده بود باز خوراک می ترسم باز نکفد. او پاشی ما هیسته خوریم رو. من یک با مکتب روم چون که هفته آینده باید بخور برایم. با مدیر گپ میزنم طلبه هایم رو چنان پذمون شد. رو بکنم رو گلرو تو چکار میکنی؟ تو چکار میکنی؟ مادرم گفت که با خوراک با باید انداز با مزه می شود. درخت موازد شده است. پدر نخوری. پدر جون نخوری جون. پدر جون من نمیخوام. نازک نشم. پدر جون میبخشی. ایست و حاسیم یک. صدقه. اکنون در دستم هستی. ویتامین ها ما هم به عقل نیستیم. این دفعه به دستم افتادی. سنم هنوز از من شبه داری؟ به این خانه عروض شدم. اکای محبت رو نگاه میکنم. چیزی که گوید اجرا میکنم. مثل خدمتگار کار میکنم. تا حال فکر میکنی که خسورم رو زهر داده کشتنیم؟ حیف. اگر در درونش زهر باشد بگذار بمیرم تو از من خلاص شوید. تو کی به من باور میکنی؟ رفتیم دخترم رفتیم. سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بوربات انتظاریم. دقت! با توجه مخلصان سلسله فیلم‌های استودیوی همصدا بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار کاخ بوربات استودیوی همصدا تصمیم گرفته است که از بین 10 نفر هنرمندان سلسله فیلم حامیان 5 نفرش را با انتخاب مخلصان دعوت نماید. هنرمندان با رمزهای مخصوص رمزگذاری شدند. شما می توانید رمز هنرمند پسندیده‌تان را گرفته به رقم 10 طریق SMS ارسال نمایید. مخلصی که SMS به جانبداری هنرمند پسندیده‌اش ارسال می‌نماید او را تحفه‌های ارزنده و همچنین ملاقات با هنرمند پسندیده‌اش انتظار است. برای معلومات مکمل گرفتن می توانید به رقم‌های 907 28 28 907 59 28 28 و 907 79 28 28 در ارتباط باشید. هوریا باید با او میرفتی. او خیلی دختر خوب است و چرا با او نرفتی؟ کاش کلینی من هم همین خیلی میشد. تو باید با او میرفتی. رفته نمیتوانم. این تقدیر رو بینید. مرا کلی نفسوزاند تو را پسرت. پسرم هارون سعیده در کجاست؟
از شما میپرسم سعید در کجاست؟ در اینجا بود برآمده رفت. به اون شکایت کردید؟ در نزدش آب چشمتان رو ریزانده از من شکایت کردید نه مادر؟ پسرم تو چی ها میگویی؟ شما کی مرا راحت بگذارید؟ برای چی به زندگی من کردار میشوید مادر؟ چی میخواهید؟ من تنها آیله دار شدنی هستم. خوشبخت شدن میخواهم مادر. مامان گوش کن. به دهانت نگاهت گپ زن. آخر این مادرت میشود. میفهمی مادرت؟ بیگانه نیست. مادری تو مادری خودت را چه میگویی؟ حیفی تو. شما گم نزنید. همش فهمم. به شما در دل کردم. مادر دیگر به زندگی من و سعیده کاردار نشوید. فهمیدید؟ مادرت به زندگی شما کاردار میشود؟ تو چرا میگویی بی عقل؟ پسرم پوریا با خود بیا. پوریا التماس دکترا جسد دکترا. چنگیز ایستو. چنگیز پولها را برگردان. چنگیز پسرم تمام شد. زیق نشو. پلیس رو میدارد. ما به مکتب میرویم. بیا رفتیم پسرم. چه هستی جانکم؟ خوب هستی؟ خوبم. خوب هستی نه خود. یک مرتبه سنجیدن نمیخوایی؟ نه باز رفتم چی؟ دکتر چی گفته بود؟ اگر یک بار دیگر رفتم احوالم بد میشود. لیکن نسنجیده نمیشود جانکم. من در نزدت هستم. تو را میدارم. اگر مشق نکنیم راه نمیگردی. دکتر گفت جانکم. دکتر. لیکن مایلش غم نخور. آن وقت دستم لغزیده بود. بیا قدمون. جسورتر باش. جسورتر. بیا کنی؟ بیا باز یک قدمی دیگر. انا همینتر. آفرین انا. بیا انا همینتر. اکنون برای این کرسی نشستن و خستن رو میکنیم. اما دکتر گفت فکرت. آرامتر. آرام شین کنی شین. دارد میکنم. اکنون خیلی حرکت کن. کنی بیا انا همینتر. بیا پسرم بیشون تو چکار میکنی؟ باز را مایوب کردنی. مشق میکنی مادر. خدایا چل مشق. یک طرف. اویسته پسر. خیز با جوه پسر. اویسته پسر. انا همینتر. اویسته با جوه پسر. صبر کن. اویسته انا همینتر. اویسته انا همینطور پسرم. کمی صبر کن آخیر. انشالله راه میگردی. کمک صبر کن. انشالله راه میگردی. تو چی باز خودت رو معیوب کردنی؟ لیکن مادر جان پسرم چل به این زن باور میکنی؟ مادر شد اکنون. بیشتر خوبی مرا میخواهد و چقدر وقت باز صبر میکند. اکنون کاردار نشود. وای زنی من است. یعنی زند مالش. اوه پسرم مادر
کوه گذشته را باد نکنید. فراموش کنید. از علیه جدا شدم. با گذشته صلوات. اجازه دهید آیله این نوام را چخیلی که میخوام برپا کنم. آیله بود است. تیمور از من گمانی بد میبرن. قریب که به درس میرفتیدم. میترسم. چشم سنم همه وقت در من است. او همه را میفهمد. کسی چیزی نمیفهمه. تو کارت را زودتر انجام ده. همین روز کار را تمام کن. وظیفه‌ات را اجرا کن. فهمیدی؟ سرم باز با مکتب رفت از گفتی. اندخور من او را میدارم. تو کاری خودت را داد. این کار خیلی طول کشید. تو باز دید مریم. خدا حافظ. خوراکم تایور است کلین. او فاشیم او شو دخنون. لیکن صدقه شرب و ریخ میفهمی. اشل کلین جان تو خوراک را با مزه میپزی. با من خوراک پزه. باز انوی با قیماق و باز سیر همراه کن. او پاشمو اینقدر شکم نگویی باز تکیده همه جا را پوری هاشم نکنی. آفرین صدقه آفرین. نگاه کن شاعره میکنی. مرا خود تقلید میکنی. او پاشمو صدقه شاعره. معلم خوش خیلی یاد کردیم معلم. من هم شما رو یاد کردم. خیلی یاد کردم. مایلش تو بزدید بچه ها. تو بزدید. تو بزدید بچه ها. اوه ثروت اومد. بیا ثروت بیا. اپای علیا اکنون به کور میبرای سنم؟ انشالله اپا. هفته آینده میبرایم. با مدیر گفت زدم. من هم ثروت رو به مکتب آوردم. با یک عذاب روزی کردن. با مدیر گفت زدن لازم. شرمی دارد. ثروت جون قربوی شده رو شنیدم. لیکن من میدونم که تو این خیلی کارو کرده نمیتوانی. همینطور؟ بله اما این خیلی باشه جسور باشه. اگر حقیقت جسور باشه بدی ها از اون میگریزن. تشکر اما جان. ثروت تو در کجا بودی؟ برای چی با مکتب نامدی؟ من هم با شما زنگ زدنی بودم. خوش آمدید خانم علیا. مدیر هم شما رو دیدن میخواست. مرحمت. رفتیم کنی درویه. بوی بالا زد دارن. بیار کلیم بیار. وزیر میبینی تو گرسنه. امروز همه قدر دلم تخم خواستی. امروز همه قدر دلم تخم خواست. اگر نخورم یک کفم به خدا دلم نمیشود با تو. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالاگراما ندارند صفتی پست داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالاگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نمایم که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالاگراما را دیدید به طرفی رو اختیار نکرده و تشکیلات و یا کمیته های دخلدار مراجعه کنید. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо
барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома, ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот: 907 59 28 28, 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо.